یک، دو، سه. خیلی خوب بچه ها، بالاخره رسیدم من لاهیجان. ولی تنها نیستم، اگر بتونیم حتما سعی میکنیم دوچرخه هم بگیریم. یه ذره هوا اینجا شرجیه ولی خب دوست داشتنیه، جاتون خالیه. خیلی خوب، الان میخوایم بریم دوچرخه بگیریم. ما مهسا رفته کارش اوکی کنه، بریم دور استخر دوچرخه سواری. خیلی خوب، بریم به سمت دوچرخه سواری. میخواستیم بریم روی این پله ببینیم ولی اجازه ندادن. یه ذره میتونم ببرم داخل. مهسا خسته شدی؟ خیلی گرمه. یادتون نره ما واسه ویدیو برمی‌داریم، میدونی که وضعیت خیلی خطرناکه، واسه همینم اصلا یادتون نره. شمال که اصلا اعتقادی ندارن کلا به ماسک دارن، این تک و توپ میزنن، کمی میزنن. exactly. بچه الان با رعایت پروتکل های بهداشتی میخوایم بریم یه چیزی بخوریم، گشتمونه. مهسا ما رو میبره دیگه. Let's go. خب بریم که غذا بخوریم. یه چیز جالبی که وجود داره اینه که همه از زیاد بودن کرونا قر میزنن ولی خیلی اینجا ماسک نزنن. اینجا کرونا نیست، میدونی؟
واقعا اینجا انگار کرونا نیست یا من نمیدونم. الان اینجا کسی نیست، مردم نمیترسن ولی واقعا ماسک نمیزنن و این عجیبه. اینجا چیه؟ اینجا کجاست این در واقع؟ گلخونه؟ شبیه گلخونه در بازه دیگه. اینجا وسط این همه شلوغی. سلام. این چیزا اجازه بخوای این چیزا رو میگه نمیشه. خوبه بچه ها اینجا رو اون خانم خودش همه رو با دستای خودش درست کرده. چقدر جذابه. من آرزوم همچین گلخونه ای داشته باشم. چقدر خوبه گلخونه. خوشگله. خیلی اتفاقی اومدیم یه همچین جای جذابی. انقدر ذوق مرگ میشم من گلخونه میبینم که نمیدونی. فکر کنین همه اینجا رو خود اون خانومه مرتب کرده، اوکی کرده، میوه پیدا کرده. به این میگن چی؟ خوج. بلالم داره. من اونجا اصلا هست یا؟ من نمیام. چقدر خوبه اینجا. بچه‌هاش ما ببرید. یه آینه هم پیدا کرد. بیا. خجالت بکش. بچه اینجا خیلی داره ترسناک میشه. اولش مهربون نظر میرسه. میرم ولی میرم تو. تو نه اینجا تنها باشم چی؟ اینجا یه سری لوازم شکنجم گذاشت. دیوانه است این دو خدا. به صدایی نگید. چیکار چه نداره؟ شبیه سنجاقکی از دنبالمون میاد. لطفاً جیغ نزن. واقعا چیزی ترسناک نیست. اگه شب بود چی؟ چراغ هم نداره. اینجا فکر کنم واه خیلی بزرگه. گایز موافقیم بریم تا تهش؟ نه ببریم. یه حس خیلی عجیب و باحال داره اینجا. نمیدونم واقعا ولی اونجا هم بگی باشم و نگاه کنیم. بریم. خب بچه ها اینجا واقعا مثل بهشت میماند. آقا حیف که تموم شد. من واقعا دوست داشتم اینجا. میبرم هست. چقدر بزرگه. خیلی بزرگه. اسم من سید کبرا معظم جمشیدی. مشهور بودنم به اسم فامیلی همسرم بادلی هست. بادلی متولد 1300 اردیبهشت 1315. آخه اردیبهشت خیلی گلن ماشاءالله. رزمت باغ از سال 50. موقعی که می آمدم من دارای 5 تا بچه بودم، 2 دختر و 3 پسر، همه در سن کودکی و نوجوانی. مادرم به من گفت داری میری اونجا میخوای شغال تو و بچه ها تو بخوره، داری میای بیابان. و الان هر وقت میشینم اینجا ها رو نگاه میکنم همش میگم خدا تو رو بیامرزه، بیا ببین شغالا چه شدن که تو به من نوید دادی. هم معلم بودم فرهنگی بازنشسته هستم و در 25 سال و 9 ماه و 12 روز
خدمت داشتم، خودم بازنشست کردم به خاطر این باغ. این است داستان ما. برداشتمی در رهگذرت سنبل تر کاشتمی، نگذاشتمی که پا نهی بر سر خاک قدمت با مژه برداشتمی. من چرا سرو چمان من چرا یاد چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. بیایم تو، لذت بردیم واقعا. قربانم برم. دست شما درد نکنه. کرونا نبود ماچتون میکردم. قربانت. بچه‌ها واقعا خانواده جذابی بودم. ما یهویی با اینا برخورد کردیم. خیلی خانم باحال بود و خیلی گلخونش باحال بود. چقدر آدم خفن واقعا توی مملکت اصلا. اون آقای ماسکم نزد. لذت بردم دیگه به معنای واقعی. تازه اینم داد. اینم بهمون داد راستی، از اون چیزا بهمون جایزه دادن.